یکی از راه‌های باز شدن چاکراها و آرامش روح و روانمون اینه که بیایم تو دل طبیعت. ولی فقط یه نکته رو حواست باشه، اومدی توی طبیعت باید حضور داشته باشی. ذهن ما هر جا که بریم که نمیتونیم ذهنمون رو بذاریم، با ما هست. حضور تو ذهن تو رو آروم میکنه، میبردش تو حالت آلفا، میبردش تو خلأ. وقتی تو طبیعت قرار میگیری، اگه کنار یه رودخونه‌ای قرار گرفتی، سعی بکن اگه میتونی کفشتو دراری تو آب راه بری، رو ماسه ها باشی، به صدای آب توجه کنی، با تمام وجودت طبیعت رو لمس بکنی، طبیعت رو احساس بکنی، خودت رو در حالت رهایی و آرامش قرار بدی. اجازه بدی طبیعت تمام انرژی های منفی تو رو بکشه بیرون و جاش انرژی مثبت به تو بده. طبیعت این توانایی رو داره که تمام چاکراهای ما رو پاکسازی بکنه، به سمت تعادل ببره. حتما یه وقتایی برای خودت در نظر بگیر، مخصوصا پنجشنبه جمعه ها که تعطیلات هست، برو تو دل طبیعت و از اون فضای طبیعت استفاده بکن. بذار با حضور باش، بذار طبیعت در تو جاری بشه. همتون رو به خدای منان میسپارم. عشق و سربلندی نصیبتون باشه.